آقا جون، میشه منو برسونی دانشگاه؟ پولدارای خوب همیشه تو فیلم ها آقا جون صدا زده میشن. یعنی امکان نداره یه فیلم ایرانی رو ببینید که اسم پدر خوب اونجا آقا جون نباشه. معلومه که میشه تحت و قالی من. همسر پولدارای خوب تو فیلم ها همیشه یه زن از همه جا بیخبر، کدبانو و همسر دوسته که همیشه با یه استکان چایی دا به پیشواز آقا جون میاد. بیفرمایین چایی حاجی مفتوح. بابایی، من امروز ماشین سفیده رو میبرم. میخوایم با بچه ها بریم دور دور. پولدارای بد تو فیلم ها عموماً بابایی صدا زده میشن. ای پدر سوخته. همسر پولدارای بد همیشه یا طلاق گرفتن یا رفتن خارج. به جاش خدمتکار فضول دارن که خیلی به بابایی توجه داره. بفرمایین آقا. خواجه خواه، من پول ندارم فرش بخرم. اشکال نداره مادر، حالا شما انتخاب کنید یه کاریش میکنی. شغل پولدارای خوب تو اکثر فیلمای ایرانی تاجر فرشه که بی خودی فرشاشو به این و اون میبخشه. حاج مفتوح، حاج مفتوح، حاج مفتوح. معمولا هم آقا جون یه جا لای فرشا مشغول عبادته که هیچ کس پیداش نمیکنه. اینجایید؟ قبول باشه. اما پولدارای بعد تو فیلمای ایرانی عموما نمایشگاه ماشین دارن که گنجیش کجای تناری رنگ میکنن و میندازن به مردم. آخیش سبک شدم. پولدارای خوب یا همون آقا جونا وقتی از حمام در میان زیرپوش پوشیدن و یه حوله معمولی رو سرشونه و حاج خانم براشون حتما یه چای داغ بعد حمام میاره. چایی آوردم براتون حاجی مفتوح. اما پولداره بد یا همون بابایی ها وقتی از حمام در میان از این حوله با کلاسا پوشیدن و یه لیوان آب پرتقال هم دستشونه. تو همین لحظه یهو گوشیشون زنگ میخوره و خیلی عصبانی میشه. اواسط فیلم خیلی الکی یهو معلوم میشه که بابایی یا همون پولدار بد با آقا جون یه پدر کشتگی قدیمی و بیدلیل داره و کاری میکنه که آقا جون بیفته زنده. راستی پلیسی هم که میاد آقا جون رو دستگیر کنه حتما آقا جون رو میشناسه و خیلی مدیونشه و زمان دستگیریش خیلی شرمنده میشه. خیلی شرمندتم حاج مفتوح. دشمنت شرمنده باشه پسرم. تو داری وظیفه‌تو انجام میدی. ولی آخرش معلوم میشه که آقا جون بیگناهه و از زندان آزاد میشه. یه چیز خیلی مهم تو فیلم‌های ایرانی اینه که پسر کوچیکه آقا جون باید عاشق دختر شارلاتان بابایی بشه و دنبالش بره و هر کاری که اون میخواد انجام بده. ولی راستشو بخواید دیگه حوصله نداشتم انیمیشنشو بسازم. خودتون تصور کنید. تازه یکم منشوری هم میشم. و اما تو آخر سریال بابایی که حسابی از کاراش پشیمون شده خجالت زده و شرمگین میاد پیش آقا جون تا ازش معذرت خواهی کنه. آقا جون همونو میبخشه و تو سکانس آخر با هم 2 استکان چای میخورن و همه چی به خیر و خوشی تموم میشه. چای داغ آوردم براتون حاجی مفتوح. نه خانم، این برای سکانس دیگه بود. یه الان جلوشونه، چای جلوشونه. آخه چای زیاد دم کردم. اشکال نداره، بریز تو خرمه سبزی رنگش سیاه بشه. بوا